امروز هزار تهمت، هزار نمود دشنامه ها در حق دعوتگرها، در حق ملاها میکنن، لیکن کی به داد این گناه انسان ها برسند؟ ولی زمان میرسد که دعوتگر میکنن، یک عالم میکنن، یک معلم میکنن که نصیحت کنن از این دین، اما آن روز نمیآید. دیگه آن روزها فرصت نیست. کی به قدر این گناه انسان ها میرسند؟ وقتی که از دنیا بیروند، وقتی که میگه یک خواهر حجاب داد، هزار نمود گفت میگه. برای یک ریش هزار نمود دشنام میگیرن، هزار نمود لقب میمونن برای یک ریش. لکن این لقب ها حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را لقب میمونن 13 نمود. نعوذ بالله، دم بریده، دروغگو، ظاهر، کاذب، نعوذ بالله. جوان دختران با هزار نمود لباس، با هزار نمود رنگ میگردن، فقط میگن دین ما